جزای تبت. ای خدا. لطفاً منم در درخت بالا کو خیر است لطفاً. درست است بیا. اما بین خود ما باشه فهمیدی؟ نباید تو مادر بدخویت خبر شود. درسته شهزاده رویایی. پایت باز کن. او یک شادخت رویایی بدخوی است. زیاد بدخوی است؟ دقیقاً همونطور است. دبلا خود رفتیم از درخت ما کم بگیر. آفرین به تو پادشاه کوچک. آفرین به تو هم شهزاده رویایی من. نه بگو شهزاده ترابزون. بالا برو. صبر کن ما میایم. شهزاده‌ای که دست به سفید سوار است. او دیگه کی است؟ کوکو طاهر دیگه. حالا که قرار است بهترین تیم ورزشی را داشته باشیم وان باید تیم ما شامل باشه. همه تو نیست؟ ییت حالا زود باش پایین شو. اوی مادرت آمد. دبلا رفتیم. اگه میفتادی او گار میشدی باز چی؟ آی مادر امکان نداره. اگه میفتادم کوکو طاهر مرا مکم میگرفت. مشکل تو چی است؟ هیچ مشکلی ندارم. فقط نمیخوایم بچیم زخمی شوه. همه قد چی میکنی؟ صبر کن. حالا زود داخل برو. دستوری تباشوی درست است. حالا چای صبح تیار است. ییت حالا میشه بگویی مشکلت چیست؟ گفتم که مشکلی ندارم. دختر وقتی پرسان میکنم که مشکلت بگو باید جواب بدی. درست است خیلی میگم. مشکلم تو هستی به خاطر بودنت. از اینکه بچیم تو رام شامل تیم رویایی ساخته. نام تو را شاهزاده اسب سوار مانده. به خاطر تو شبا به خیال راحت خو میکنه. فهمیدی؟ مشکل من فقط تو هستی. توبه ای خو مشکل نیست بلکه یک راه چاره است. نفس باید به زودی از زندگی بچیم بیرون شوی. البته وقتی رفتی چاریتان باز با خودت ببر. شاهزاده ترابزون باید در ترابزون باشه. خدا میفهمه که پادشاه کوچک و شادوخت تا کدام جنگل وحشی فرار خواد کردن. اگر این پادشاه کوچک شبا طرف مهتاب دیده و پشت شاهزاده رویایی دق شد. چرا گپ ما درک نمی کنی؟ ببی طاهر از بچه ما دور باش. اجازه نده که به تو عادت کنه لطفاً. مطمئن هستی که تنها مشکلت به خاطر ییت است؟ مطمئن هستی؟ خیلی چی فکر کردی؟ گپای ناق نزن. سلام علیکم جمیل بیادر. او علیکم سلام آقا مصطفی، خوش آمدی. صفا آوردی. بفرما بیشین. را غلط کردی. چی شد که پیش ما آمدی؟ حق به جان و بستی بنی آدم، اما چی کنیم دیگه کار بار است. باش که برای چای بخوایم. نه باشیم چای بیار برای ما. بیادر از وقتی که با استانبولیا کار شروع کردی در قصه ما نیستی. ما از این خاطر آمدیم که بگویم فسخ شد.
چطور؟ یعنی چی که فسخ شد؟ راستش جمیل بیادر ما یک کمک تاوان کردیم. فکر نکنم که کلانترین قمارباز ترابزون نقص کنه. چی نظر داری که با هم این کار باره یک جای شروع کنیم؟ شریک باشیم ها؟ میخوایی شریک شویم؟ منظورتی است که پیسه را مردوی ما بتیم چطور؟ قربان آدم هوشیار. چرا چی شده؟ نیک رابطه شرکتتان امرای استانبولی یا خوب پیش نمیره؟ گوش کو جمیل بیادر، ما از قرای دور پیش تو آمدیم. برات یک پیشنهاد دادم، اگه قبول نداری او پیشنهاد رد میکنی باز جانت جور باشه، و اگه قبول میکنی خویقه سوال نکو دگه. یک دقیقه آرام باش، باز رگ دیوانگی تور خورده. دیروز مادرت خانه ما آمده بود. بزنکیم گفته بود که میخوایم مرجان به طاهر خواستگاری کنه. خب تا جایی که من میفهمم دخترم راضی معلوم میشه. خب شفنه شفتالو واضح بگو بیادر. میخوایم بگویم که مصطفی من خوب کدام شریک ضرورت ندارم. خودت میفهمی اگه با کسی خیش شوم بازو هم از نزدیکایم باشه، خب معلوم دارست که در تمام داراییم شریک میباشه. فهمانده تانستم؟ تنها خودکت سلاتیر نساز. منتظر استی از تخم مرغ چوچی مرغ بیرون شود جان مادر؟ از تخم جوشانده خود چیچه مرغ بیرون نمیشه. اگه تا چند دقیقه دیگه پادشاهی کوچک تخم مرغ خود نخوره امکان داره که خرسان بیرون شود. اما من تخم مرغ خوش ندارم. خوش نداره، سرش فشار نیار. تو مداخله نکو طاهر. صبر بانش دست تو اوگار اسم خودم نه میارم. دستم جور است. تخم مرغ تا بخو بچیم. گفت باید خلاصش کنی، اما تو مجبور نیستی که بخوریش. زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد. آفرین طاهر، آفرین. به می کارای ادامه بده. درست است؟ بسیار چیزای خوب به طفل یاد میتی. درست است. ای جان بیبی شیر بچه، ما کاری که ما کردیم بسیار کار اشتباه بود. درست است، دیگه نباید تکرار کنیم. فهمیدی بچه؟ طاهر من پیشتر برای چی گفته بودم؟ چی گفته بودی؟ یک بار دیگه بگو. تو به خدایا.
دلکم دل بیچارگکم رفته رفته دلکم سر مصطفی دلکم رفته رفته دلکم سر مصطفی خیر باز جندای زن دلکم. چرا تور خورده خدا دل خیر بری ما را پیش کنه کنیزم نازنینم یار شیرین دهی تری زنه سخنم سیالنگی خواد دل گرفت بری بازو وقت نازنینم قروغن یار زرد از کجا شیرین میشه که پای خدا چرب سخنم کنم قدر مغرور نشو زی نازک دلکم دلکم وای دلکم دل بیچارگکم آسیا ای های مصطفی زاری ما ترقاندی به شک افدم وریسی قطاله ندارم که زود زارید به کفه گفته بودی که امروز صبح پیش پدرت میری و امرای تایر گپ میزنی آی مصطفی ما دیگه گپ است که صبح از خواب بیدار شدم دختره به مکتب روان کردم زیاد کار داشتم هیچ خلاص نشد آسیا تو خو ماده کده بودی و زن خیلی چی میکردم بگو با مادرت خود گفته بودم که یک خدمتکار بگیره گپمه به زمین انداختین گفتین ضرور نیست عروس که باشه به خدمتکار چی نیاز است یک فامیل بزرگ کاللی عروسشان کار نکنه خدمتکار کار کنه سعیس آسیا سعیس باز شروع نکن ننیم کجاست که کارش دارم بگو زود با از صبح گفتم میره وقت عروس بودم شب